آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. سلام. امروز 29 اکتبر 2020 سال است. پروازهای چارتری میان روسیه و تاجیکستان ادامه دارند و طبق جدولی که وزارت کارهای خارجه مملکت در آغاز ماه روان نشر کرده بود، هر روز از 2 تا 4 پرواز میان شهرهای گوناگون کلان روسیه و شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان انجام داده می شود. در این پروازها تنها شهروندان تاجیکستان به دوشنبه انتقال داده می شوند و هنگام بازگشت طیاره‌ها باشد به روسیه، تنها به شهروندان روسیه، نفران دارای اجازت استقامت در روسیه، نفران دارای خویشاوند نزدیک شهروند روسیه اجازه داده می شود. اگر باشد جمعه 30 اکتبر از شهرهای روسیه به تاجیکستان 6 پرواز چارتری انجام داده خواهد شد. طبق جدول پروازها 3 پرواز از مسکو و 3 پرواز دیگر از شهرهای سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ و اوفا انجام داده می شود. موافق این جدول 31 اکتبر اینچنین 3 پرواز دیگر از مسکو و 1 پرواز چارتری از شهر کراسنویارسک به دوشنبه به نقشه گرفته شده است. نقشه پروازهای چارتری مقامات نشر کرده تا 31 اکتبر سال روان می باشند و حالا معلوم نیست که بعد 31 اکتبر چه می شود، ولی جانب سفارت تاجیکستان در روسیه بارها تاکید داشته بودند که تا گشوده شدن پروازهای منتظم بین المللی با تاجیکستان، پروازهای چارتری میان روسیه و تاجیکستان باقی خواهد ماند. پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه از 20 مارس به علت پاندمی کرونا ویروس قطع کرده شده است. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان از ماه اپریل تا اکتبر 10,000 شهروندان تاجیکستان توسط خط سیرهای چارتری به تاجیکستان برگردانیده شدند. ادامه خبرها از روسیه به قزاقستان می رویم. یک شهروند تاجیکستان را از فرودگاه بین المللی الماتی اخراج می کنند. خبر میدهد تودای قزاقستان با استناد به سردختور ساحه نقلیات قزاقستان سادواکاس بایغابولوف مشخص شده است که این شهروند تاجیکستان شب گذشته توسط هواپیما از ترکیه به قزاقستان آمده است. سبب اخراج از حدود مرزی و مأموریت جمهوری قزاقستان نبودن شهادتنامه منفی کرونا ویروس این مسافر گفته می شود. با گفته مسئولان در مجموع 10 پرواز بین المللی به قزاقستان دیروز وارد شدند. به غیر از شهروند تاجیکستان در این 10 پرواز باز 25 شهروند قزاقستان نیز بدون حجت طبی تصدیق کننده نبودن کووید 19 به الماتی وارد شدند که آنها به بیمارخانه‌ها برای ادای دوره قرنطینه 2 هفته‌ای فرستاده شدند. یکی از طلبات اساسی ورود به قزاقستان در حال حاضر به مثل دیگر کشورها پیشنهاد شهادتنامه منفی نبودن کرونا ویروس می باشد. تحولات تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید. به روسیه برمیگردیم. برای مهاجران ازبکستانی در خطسیر والژسک تاشکند 13 قطار مخصوص مسافرکشی تشکیل کرده شده است. خبر میدهد خدمات مطبوعات راه آهن والگا. قطارها از اسکوی والژسکی 4م، 6م، 8م، 11م، 13م، 15م، 18م، 20م، 22م، 25، 28، 29 نوامبر و 2 دکبر ساعت 21:57 به سمت تاشکند حرکت می‌کنند. ترتیب هر یک قطار عبارت از 16 واگن برای انتقال 722 مسافر پیش بینی شده است. پایزدها از قلمرو فدراسیون روسیه به توقف خواهند گذشت. گفته می شود در اظهارات کارخانه واحد دولتی راه آهن روسیه. مهاجران ازبکستانی که خواهش به وطنشان رفتن را دارند می توانند چپته‌های قطار را از خزینه‌های چپته فروشی راه آهن روسیه و راه آهن ازبکستان دسترس کنند. قبلا خبر داده شده بود که جمعیت اسلامی کشاده ازبکستان تمیر یولاری به خود راه آهن ازبکستان در ماه اکتبر اول ماه نوامبر برای صادرات شهروندان ازبکستان که بنابر بسته بودن مرزها به وطنشان برگشته نمیتوانند به ولایت ولگاگراد 7 قطار روانه میکنند. همچنین مقامات ازبکستان با دستگیری مقامات رسمی روسیه 318 هموطن خود را که بنابر بسته شدن مرزها در افغانستان درمانده بودند به وطن برگرداندند. روز 28 اکتبر گروهی از مهاجران درمانده با هواپیمای چارتری شرکت ازبکستان هوا اویلری از سوچی به تاشکند
انتقال داده شدند. ادامه خبرها و در مسکو میمونیم. کورت یگانه نقلیاتی از اول سال نو در اتوبوس ها و قطارهای مسکو و ولایت مسکو کار میکنند. در این خصوص گوبرناتور ولایت مسکو اندری ورابیوف در صحبت با خبرنگاران اظهار داشته است. ساکنان مسکو یا ولایت مسکو کارت‌های گوناگون را استفاده میبرند. از ماه ینور امسال با شرافت استراتژی مشترک با کارت یگانه نقلیات جمعیتی را اندازه کرده می شود که آن هم در راه آهن و هم در اتوبوس‌های اعتبار دارد، گفته است اندری ورابیوف. در این زمان کارت نقلیاتی استرلکا در ولایت مسکو و کارت نقلیاتی ترویکا در مسکو اعتبار دارند. پیشتر خبر داده شده بود که روز پنجشنبه شهردار مسکو سرگئی سابیانین و گوبرناتور ولایت مسکو اندری ورابیوف درباره تطبیق چاره‌های همکاری‌های منبعد در رشد و تکمیل دادن انفراستراکچور نقلیاتی ولایت مسکو و شهر مسکو سازشنامه به امضا رسانیدند. حجت امضا شده از جمله گشودن راه‌های نو نقلیات زمینی، تهیه دیامتر مرکزی مسکو، همگرایی سیستم چیپ تفروشی و جاری نمودن استانداردهای یگانه امنیت نقلیاتی را پیش بینی می‌کنند. شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. یک ساکن مسکو که با ثبت نام تقلبی 90 شهروند خارجی متهم می شود در دادگاه مسکو برای محاکمه حاضر خواهد شد. دادستانی بین ناحیوی پروسک شهر مسکو عیبنامه را در پرونده جنایی علیه یک ساکن 38 ساله قبلا محکوم شده مسکو تصدیق کرد. او را در صادر کردن 26 لحظه جنایت مطابق ماده 322 پریم 3 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه و قیدگیری تقلبی شهروندان خارجی در جای بود و گوش در فدراسیون روسیه متهم می‌دانند. طبق اطلاعات تفتیشات دادگاه شونده از روی منفعت‌های غرضناک شخصی خود با مقصد درآمد مفت از 21 ینور سال روان تا 22 فوریه سال 2020 90 نفر شهروندان خارجی را در جای استقامتشان به طور قلبکی به قید گرفتند که قصد زندگی در منزل خود را نداشتند. هر روز کاری در دوره مقرر شده ابدار شونده با مرکز خدمت رسانی جمعیتی ناحیه ایوانووسکی آمده در آنجا شکل‌های آگاهی‌نامه درباره آمدن شهروند خارجی را تصدیق نموده درباره به قیدگیری در جای استقامت شهروندان جمهوری تاجیکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان و اوکراین معلومات پیشنهاد کرده است. ابدار شونده با عمل خود برای بودجه غیرقانونی شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه شرایط فراهم آورده و حکومت وکالتدار را از نظارت رعایت قاعده‌های به قیدگیری مهاجرت و حرکت آنها در قلمرو فدراسیون روسیه محروم کرده است. میگویند در دادستانی شهر مسکو برای هر یک شهروند خارجی به قید گرفته قلبکی این ساکن 38 ساله مسکو 1000 روبل به دست آورده است که در مجموع 90 نفر را در عموم در قید قلبکی گذاشته است. پروکراتور شهر مسکو خبر می‌دهد که هیچ کدام از شهروندان خارجی در سراغ به قید گرفته زندگی نمی‌کنند. در بین آنهایی که به طور ساخته به قید گرفته شده‌اند مهاجران از جمهوری‌های ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان و اوکراین گفته می‌شود. شما تفصیل آخرین خبرهای امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید.